خب سلام، خوبی؟ وقتت بخیر. ببین تنظیمات فیبوناچی، ببین دو تا تنظیمات داریم. یه تنظیمات دیفالتش هست که شما وقتی اینو نصب میکنی، یه چیز استفاده میکنی، رسمش میکنی، میاد رو چارت و اون دیفالت هم تنظیمات پیش‌فرضش هست. یه تنظیماتی هستش که برای ترید استفاده میشه. خب اکثرا استفاده نمیکنن این روش و این تنظیمات رو کسی انجام خیلی کم انجام میدن. ببین تنظیمات اول به ترتیب 0 062 0705 079 نیم و 1. اوکی، این سه تا رو این چند تا رو به ترتیب، حالا تو گوشی فکر کنم به ترتیب دیگه، شما همینو به ترتیب میزنی اوکی میکنی. این یادم باشه توی چیز وقتی که شما میزنید